انجمن نیشتیمانی کرد لسوریه دا خویانیه که درباره بنچاف کرنا دو اندام خواج عالیه چکدارین پیده لباجارین قامشلو و دیری که بلاف کرد. دا خویانیا انا کسی ده هاتیه گوچکدارین پیده دروژن دوشم و سیشم عبوری ده درنگ شوه هر یک جده محمد عثمان اندام یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روژ آوا و اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جگونده کلهه لدورا کوچران و شورش مراد اندام انجمن اجتماعی کرد لسوریه اشتاقا هلیلیه لباجار قامشلو جمال وان رواندن. انا کسی دبیجه پیده بوان کریاران ناو هوالن دن تولی هوالن مین کون ین اندام و آلیگرن انا کسی نه که او جهاتنا بنچاف کرن لسر دست پیده. پیده یا گوخوا لبرانبری همو جهان کم دکه لبتنه برانبری برای خوین کرد کم ناکه. دیده ما گو ملت کرد دا خوازا یک رزیا گل کرد که پیده برداوم بوان کریارن نبر پرسیار در حق گل کرد و تفگر سیاسی کردی. انجمن اجتماعی کرد لسوریه هر وحد بیجه ام وکو انجمن کریارن گرتن و بنچاف کرن و همو کریارن تروری ینگو پیده پیرادبه در حق خباتکارن کرد و بطایبت انجمن اجتماعی کرد لسوریه شرمزار دکن و ام داخوازا سربست بردانا همو گرتیان دکن. هر وها داخواز جه همو رخصتن جواکی و هر کساتیه کرن گفشاره که سر پیده و چکدارن و بکن دا کو دف جوان کریاران بردن در حق خبات کارن کرد و بطایبت اندام و آلیگرن انا کسی. چکدارن پیده بردوامن دیگرتنا اندام و کادروین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و انجمن اجتماعی کرد لسوریه. دماغو دا خوازال درخستنا کنگره کی نتویدی که الجه گو خباتکارن کرد این گو زندانن ودن سربست بردن بری خدانه وی که گوهند کادر و اندام و سرکردین دن ین پارتین انا کسی بگرن.